سلام، روزتون بخیر. اومدم با یه آموزش جذاب پایه ساده یا نیمه دوبل. پایه ساده یه مرحله بیشتر از پایه کوتاه داره که برای این بافت یا از این پایه توی بافت لباس، کلاه و لوازم‌های دیگه میشه ازش استفاده کرد. برای بافت پایه ساده هر تعداد زنجیری که لازم داریم میبافیم و 2 زنجیر در انتهای بافتمون به قد پایه سادهمون اضافه میکنیم. 1 2. اولین پایه سادهمونو باید از زنجیر سوم ببافیم. نخ ابتدایی رو به دور قلاب میندازیم. قلاب رو از سومین زنجیره، یعنی 1 2 میشه این اولیه، این دومیه، این سومی. نخ دور قلاب وارد سومین زنجیره میکنیم. دوباره نخ و دور قلاب میندازیم. از همونجا، یعنی همین سومین زنجیره خارج میکنیم. به این صورت ما 3 حلقه روی قلابمون تشکیل شده. نخ و دور قلاب میندازیم و از هر 3 نخ یا حلقه ای که روی قلابمون تشکیل شده همزمان خارجش میکنیم. دوباره ادامه میدیم. نخ دور قلاب از زنجیر بعدی میاریم واردش میکنیم. نخ رو میگیریم میاریم بیرون. 3 نخ تشکیل شده. همزمان 3 نخ رو میاریم بیرون. به اینو بافت میگن بافت پایه ساده یا نیمه دوبل. خب این بافت رو تا آخر ادامه بدیم. خب پایه سادمون رو بافتیم. حالا در انتها اگر بخوایم این کار رو برگردونیم و همین بافت رو ادامه بدیم، باید 2 زنجیر روی پایان کارمون ببافیم، کارمون رو برگردونیم و این بار دیگه روی زنجیر اول یا پایه اول لزومی نداره بافت رو ببافیم، به خاطر که همین 2 زنجیر مشخصه یک پایه بافته شده است. پس ما باید بافت بعدیمون رو از روی زنجیر دومی شروع کنیم به بافت زدن. دیگه لزومی نداره پایه اول رو ببافیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. در ضمن علامت نقشه خوانی پایه ساده یا نیمه دوبل هم به صورت تی انگلیسی هستش، یعنی توی هر نقشه شما علامت تی رو دیدین، یعنی اینکه باید پایه ساده یا نیمه دوبل ببافین.